ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори ҳафтум. زردشت، پیامبری آیین راستین. شخصیت زردشت در تاریخ انکشاف افکار معنوی انسانیت چندان بزرگ و جاذبه‌ناک است که بسیار خلقهای باستانی او را از نابغگان جهانی کهن دانستند. حتی چنین خلق مثل یونانی ها که غرب معاصر فرهنگ آنها را سرچشمه تمدن امروزه خود می داند، از ایام کهن با نام او آشنا بوده، درباره دین او معلومات معینی داشتند. آنها موافق رسم و آیین باستانی خود با ختم هر 100 ساله از میان دانایان آن زمان 7 نفر خردمند انتخاب می کردند که در پیشرفت و کامیابی مادی و معنوی خلق یونان سهم بیشتر گذاشته باشند. جالب است که در کتاب استراماتی کلیمنتی الکساندرانی در میان 7 نفر خردمندان یونانی 2 نفر آریایی یعنی زردشت و اباریس ذکر شدند. ولی در همان دوره هم یونانیان قدیم درباره زمان زندگی زردشت معلومات دقیق نداشتند. مثلا قدیمترین مورخ آنها کسانف که در عصر 5 تا میلاد زیسته از زردشت یادآوری کرده است زمان زندگی پیامبری دینی نخستین یکتاپرستی را 6000 سال پیش از لشکرکشی خشایارشا به یونان معین کرده است. ولی مورخان دیگری یونانی قدیم نیکلای دمسکی و دیاگین لایرتی که از آثار کسانف استفاده کرده اند این سنه را 600 سال پیش از لشکرکشی نامبر شده ذکر نمودند. طوری که معلوم است خشایارشا پسر دارایی یک به یونان قدیم در حدود سال 480 تا میلاد حمله کرده بود. اگر رقم اول را افسانوی پنداریم، رقم دوم تا اندازه به حقیقت نزدیک است. 600 جمع 480 برابر 1080 و به عصر 11 تا میلاد راست می آید. کتیزیاس 404 358 تا میلاد طبیبی دربار هخامنشی زمان زندگی زردشت را عصر 13 تا میلاد، سوید عصر 10 تا میلاد و پلوتارخ 5000 سال پیش از جنگ ترویا دانستند. در رساله‌ای که به آریگن نسبت داده شده است و درباره فرقه‌های مذهبی و جریان‌های فلسفی زمان باستان حکایت می‌کند، پیفاگور 582 497 تا میلاد فیلسوف و ریاضیدان معروف یونانی شاگرد زردشت نامیده شده است. از روی معلومات این کتاب زردشت هم عصر پیفاگور است.
ایوداکس و ارسطو، مورخ و فیلسوف معروف یونان، زمان زندگی زردشت سازمان دهنده آیین موغ را که دارای افکار فلسفی و اخلاقی است 6000 سال پیش از افلاطون دانستند. تاریخ سنتی ظهور زردشت در 2 رساله مذهبی بوندهیشن و ارداویرافنامه که در عصرهای 9-10 مرتب شده معیارهای دینی و اخلاقی این آیین را مورد بحث قرار داده‌اند بیان گردیده است. در آنها کسمولوژی زردشتی انعکاس یافته موافق آن عمر جهان از 12000 سال عبارت است. در 3000 سال نخست خداوند تمامی موجودات عالم را در شکل جهانی مسول، عالم ایده ها که همان جهانی فروشی ها است خلق کرده است و در این 3000 ساله عناصر جهان بی حرکت بوده، همه آنها پاک و بی آلایش بودند. این دوره در بوندهیشن با نام مینوگ ذکر شده است. در 3000 دوم که اهریمن به وجود آمد، تمام اشیای جهان آمیخته گردیده دوره گومیزیشن آغاز شد که حالت کنونی جهان است. در این مرحله فروهرها به خود قالب مادی گرفته یک جا با ایزدان به حرکت و مبارزه می پردازند. صورت فلکی یا فروهر زردشت در آخر 3000 ساله اول و ابتدای 3000 ساله دوم آفریده شده است. همین طریق او 258 سال پیش از انقراض سلطنت هخامنشی به پیغمبری می رسد. به عباره دیگر فروشی وی در حدود سال 630 تا میلاد به شکل قالب مادی در آمده است. در ارداویرافنامه باشد زمانی پیغمبری زردشت 300 سال پیش از حمله اسکندر به امپریای هخامنشی ذکر شده است. چون حمله اسکندر مقدونی به ایران شهر در سال 330 قبل از میلاد صورت گرفته است، تاریخ تولد زردشت در حدود سال 660 تا میلاد مقرر شده است. در سنت مذهبی مزدیسنا آمده است که زردشت از تبلیغ دین خود در وطن خیش ناکام گردیده به دربار پادشاه کیانی ویشتاسپ رهسپار گردید و در آنجا دینش پذیرفته شد. در اساس این روایت بعضی محققان سلاله کیانی را با سلاله هخامنشی و پادشاهان سلاله ماد یکی دانسته، کی گوشتاسپ پادشاه کیانی را با ویشتاسپ پدری دارای یک مانند کردند. زردشت در گاتها از کی گوشتاسپ طوری سخن می رامد که گویا او شاه افسانوی نبوده، شاه زنده قادر و تواناست و جلال و جبروت وی مایه ترس و هراس پادشاهان دیگر است. هرتزفلد و هرتل تصور کردند که کی گوشتاسپ اوستا همان ویشتاسپ پدری دارای یک 522 486 تا میلاد است که از نام پسرش در ولایت پارت یا پرسا فرمانروا بود. خودی دارا در کتیبه بهستون
از پدر خود همچون یکی از شهربانهای معمولی نام میبرد. دارا در این سنگ نوشته چنین آورده است: پرساوا، بخشی از ایران، ترکمنستان و ازبکستان کنونی، و ورکان گرگان ضد من شورش برداشتند و خود را جانبداری فرورتیش اعلان کردند. مردم آنجا از پدرم ویشتاسپ که در پارت بود اطاعت نکردند. آنگاه لشکر که به ویشتاسپ وفادار مانده بود بیرون رفت و در یک شهری پارت به نام ویسپا اوزاتیش به مبارزه پرداخت. اهورامزدا او را یاری نمود. به خواست اهورامزدا ویشتاسپ لشکری شورشیان را سرکوب کرد. این حادثه در 22 ماه ویژنا 5 نوامبر سال 521 تا میلاد روی داد. دارا در آخر این کتیبه می گوید: من از رای لشکری به یاری ویشتاسپ فرستادم و در یک شهری پارت با نام پتیگرابانا دوباره در اولی ماه گرمپادا مطابق با 3 اپریل 520 تا میلاد جنگ واقع شد و ویشتاسپ قوه شورشیان را در هم شکست و کشوری پارت دیگر باره زیر فرمان من درآمد. از این دلیل ها چنین برمی آید که اولا ویشتاسپ پدر دارا صاحب عنوان شاهی نمی باشد. ثانیاً سنت زردشتی بلخ را به عنوان مرکز و پایتخت این شاه ذکر می نماید. در اساس دلیل بالا هرتل و هرتسفیلد زردشت را هم عصر دارا و پدر وی می دانند. آموزش علمی دین مزدیسنا، اویستا و پیامبر آن در عصر 18 شروع شده تا به امروز ادامه دارد. در این دوره در برابر تحقیقات وسیع آثار خطی، زبانشناسی مقایسوی پدید آمده، کاوش‌های نسبتاً وسیع باستانشناسی صورت گرفتند. رشته‌های متذکره علم به علاوه تپوگرافیا، تپونیمیکا، اناماستیکا برای روشن کردن تاریخ باستان حجم زیاد و رنگارنگ معلومات را در اختیار عالمان گذاشتند. پرتو و محتوای این معلومات دانشمندان را به کشف بسیار مشکلات، از آن جمله به تعیین زمان زندگی زردشت نزدیک کرد. برای صرف نظر از آن، یک گروه محققان معاصر از جمله هنینگ، آلتخایم، میه و غیره تاریخ سنتی به پیامبری برگزیده شدن زردشت را پذیرفتند. هنینگ در نتیجه تحقیق همه‌جانبه تاریخ سنتی 3 دوره را همچون زمان زندگی زردشت پیشنهاد کرده است: 553 650، 551 628، 541 618. باباجان غفوروف نیز در تاجیکان تاریخ سنتی را جانبداری کرده زمان زندگی زردشت را آخر عصر 7 اولی 6 تا میلاد حساب می کند، ولی احتمال می داند که آن چند صده پیشتر باشد. هندوشناس معروف هالندی کیایپر چنین می شمارد که زبان زردشت که از عنصرهای عمده لهجه‌های گوناگون مرتب گردیده زبان ادبی آن زمان می باشد، از بسیار جهت نسبت به زبان ریگویدا باستانی تر است.
وی از روی مقایسه و معیارهای زبان شناسی زمان زندگی زردشت را پیش از سال 800 تا میلاد می داند. گروه دیگر به زمان قدیم تر اشاره می نمایند. مثلا لامل نظریه هرتل را درباره آنکه گوشتاسپ اوستا پدری دارای یک است به کلی بی اساس می داند. وی به کتیبه سرگان پادشاه آشور که در سال 714 تا میلاد ترتیب داده شده در آن نامی مزدا به چشم می خورد اشاره کرده است. در اساس این کتیبه وی ظهور زردشت را خیلی پیش از سال 714 تا میلاد و پیش از سلطنت هخامنشی ها و مادها می داند. ادوارد میر هم به کتیبه پادشاهان آشور اشاره می نماید. در آنها نام بعضی از اشرافان مادی مزدهو نامیده شده است. وی این نامها را نشانه از مزدا پرستی قبیله های ماد دانسته دوران زندگی وخشور آریایی را پیش از سده 1000 تا میلاد نمی شمارد. هرلیس به روایت های یونانی درباره زمان حیات و فعالیت زردشت اهمیت نسبی داده به حجت و کتیبه هایی که مربوط به سده 14 تا میلاد در نزدیکی انقره به دست آمده است توجه نموده است. و زبان گاتها و سانسکریت را مقایسه کرده به چنین خلاصه آمده است که این زمان نباید از سده 14 تا میلاد پایان تر باشد. برتلامی دوران زندگی پیامبری آریایی را در عصر 9 تا میلاد و ویزندانگ در میانی سده های 1900 تا میلاد دانستند. ویندیشمن، گیگر، تیل، آلدنبرگ روایت سنتی زندگی زردشت را کاملا نادرست دانسته آن را با دلیل های معتبر رد می کنند و دوران حیات و فعالیت او را در حدود سالهای 1200 تا 800 تا میلاد می دانند. اوستاشناسی نیمیس مولتان بر ضد آنهایی که زردشت را شخصیت افسانوی حساب می کنند گوسینگ درمستیتر برآمده ابراز اعتماد می کند که ترانه های زردشت در دوره بسیار قدیم پدید آمدند. گاتها آبرزهایی به وجود آورده آن احساسات زردشت آدمان و مناسبت‌های آنها با پیامبر از آن حکایت می کنند که گوینده این سرودها شخصی تاریخی بوده نابغه‌ای است که اثری بزرگی را به وجود آورده است. مولتان به واسطه نظریه های نجومی و اصطلاحات گاتها چنین خلاصه می کند که ظهور زردشت بین سالهای 1800 تا 900 تا میلاد است. اوستاشناس معروف انگلیس مری بایس در کتاب خود زردشتیان زمان زندگی پیامبری آریایی را بین سالهای 1500 و 1200 تا میلاد دانسته در تجدید این اثر در اساس تحقیق لهجه و اصطلاحات گاتها به چنین خلاصه آمده است که زردشت در حدود سالهای 1200 تا میلاد عمر به سر برده است. این متخصص نامداری اوستا در کتاب نوش چکیده تاریخی کیش زردشت عقیده های خود را چنین بیان می سازد: سلاله هخامنشی حداقل از زمان کوروش
یعنی در میانه‌های سده 6 تا میلاد دین زردشتی را پذیرفته بودند. آنها را نیز مثل سایر قبیله‌های پارس، موغ‌های ماد به این دین تشویق کرده بودند. به فکر او خود موغان ماد نیز پیش از سال 700 تا میلاد این دین را پذیرفتن نمی توانستند. از این چنین خلاصه می گیرد که متن‌های اوستای نو شده باید پیش از این تاریخ به شکل قطعی خود در آمده باشند. سپس برای یافتن دلیل به اوستا مراجعت می کند. در فروردین 8 بند 97 به نام فروشی سیین نام شخص درود فرستاده شده است. در فروردین 8 بند 97 به نام فروشی سیین نام شخص درود فرستاده شده است. پس از گذشت زمان در بند 126 همین 8 به نام فروشی کسان درود فرستاده می شود که نبیرگانی همین سیین می باشند، یعنی تیرو نکسو، اوتیوتی و فروخ کفره. با فکر او اگر به هر نسل 30 سال جدا کنیم، اول اینکه همین بندهای فروردین 8 پس از 90 سال بند 97 با این 8 همراه کرده شده است. ثانیاً برای ترتیب و تدوین کامل آن 150 سال ضرور است. از اینها و دلیل‌های دیگر چنین نتیجه گیری می کند که یشت‌های کهن اوستا در سده‌های 11-8 تا میلاد تحول و تکامل پیدا کردند. از طرف دیگر سیین پسری اهومستوت که از او در بند 97 سخن رفته است، نخستین روحانی آریایی بود که موافق اوستا به بیش از 100 طلبه تدریس می کرد. از این محقق به چنین خلاصه ها می رسد که در آن دوره مکتب های دائمی و باثبات مذهبی عمل می کردند و دین زردشتی چنان وسعت و انتشار پیدا کرده بوده است که در پیش یک نفر استاد بیش از 100 شاگرد تربیت شده، همه آنها به جامعه ارسال می شدند. به عقیده دانشمند برای آنکه دینی جدید به چنین زینه پیشرفت نائل آید تخمیناً 150-200 سال دیگر لازم است و از جمع همه اینها به چنین خلاصه می آید که نزدیکترین زمان بنیادگذاری دین زردشتی سده 11 تا میلاد می باشد. ریچارد فرای نسبت به سالشماری سنتی که حدود سال 600 تا میلاد را دوران زندگی وخشور آریایی می شمارد، عصر 10 تا میلاد را سنه واقعی تر می داند. ارتور کریستنسن درباره این مسئله چنین می نویسد: کش زردشتی پیش از مهاجرت بزرگی قبایل آریایی در میان قبایل ایرانی منتشر شده بود و مادها و پارسیان هنگامی که در نیمه اول قرن نهم قبل از میلاد یا دیرتر شروع به حرکت به طرف ممالک غربی کردند، این کش را با خود آورده بودند. لیکن بعدها در نتیجه جدا گردیدن اقوام شرقی و غربی آریایی، آیین زردشتی به صورتهای مختلف در این منطقه تکامل یافت. اگر حقیقت امر همین باشد، بسیار دشوار است که عهد زردشت را زمانی مؤخر از 1000 سال پیش از میلاد مسیح دانست.
چون آوردن همه فکر و ملاحظه ها از امکان ما بیرون است، با اثرهایی که فقط در سالهای آخر به چاپ رسیدند اکتفا می کنیم. مثلا اوستاشناس معروف روس ساکالوف در مقدمه کتاب اوستا در ترجمه های روسی 1861 1996 عقیده های گوناگون را جمع بست کرده جانبدار آن است که زردوشت در دوره پیش از امپریای هخامنشی 551 330 تا میلاد زندگی کرده است. کلیشتورنی و سلطانوف دوران زندگی و فعالیت پیامبری آریایی را آخر هزاره 2 و ابتدای هزاره 1 تا میلاد حساب می کنند. دانشمند دیگری روس استیبلین کامنسکی نیز اندیشه بعضی محققان غرب را درباره افسانوی بودن شخصیت زردوشت کاملا رد کرده دوران زندگی او را حدود آخر هزاره 2 و اول هزاره 1 تا میلاد ذکر می کند. کریوکووا سنه استیبلین کامنسکی را طرفداری کرده محل خروج زردوشت را دامن کوههای آسیای مرکزی از جنوب اورال تا کوههای سیان و آلتای به شمول دامنه کوههای تیانشان، پامیر، آلتای و هندوکوش معین می کند. در این بابت ابتکار و تشبث دانشمندان ایرانی نیز قابل یادآوری است. استاد ابراهیم پوری داوود عقیده همه مورخان و فیلسوفان یونان قدیم و روم را که در این موضوع ابراز نظر کردند جمع آوری و تحلیل نموده در آخر از عقیده مورخ یونانی که دوران زندگی پیامبری آریایی را سده 11 تا میلاد می داند جانبداری کرده است. محقق دیگری ایرانی ذبیح بهروز می نویسد زردوشت در سالی که کیگوشتاسپ به تخت نشسته بود متولد شده است. دقیقی در شاهنامه تاریخ جلوس گوشتاسپ را با این بیت داده است: همی تافت بر جهان یک سره، زرد و بهشت آفتاب از بره. بنابراین بیت دو تاریخ برای میلاد زردوشت به دست می آید، یکی سال 260 تا میلاد و دیگری سال 1767 تا میلاد. معلوم است که سال 260 تا میلاد به عهد زردوشت توافق ندارد. ذبیح بهروز در نتیجه تحلیل سالشماری های باستانی ایران شهر، فارسی قدیم دینی، یزدیگردی، پیشدادی و بهیزکی از 3 طریق سال تولد زردوشت را سال 1767 تا میلاد خلاصه کرده است که به آوردن یکی از آنها اکتفا نمودیم. شما گفتاری هفتم را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمپل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.